برای رفتارهای منفی و حسادت‌های اطرافیانه. اینکه اطرافیانی که تو رو اذیت میکنن یا رفتارهاشون که تو رو اذیت میکنه، دونسته یا ندونسته با شما یک سری رفتارها انجام دادن، یک سری حرفا زدن، این که شما نمیتونید اون آدم رو درک بکنید اشکال از شما نیست. همونطور که من دیروز در مورد این قضیه خیلی فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که بعضی از آدما خودشون باعث رهایی میشن، یعنی خودشون دلشون میخواد که باهاشون تند رفتار شه، خودشون دلشون میخواد که باهاشون به بدترین شکل رفتار شه یا ترک بشن. دلیل این داستان فقط و فقط اینه که ما مثل اونا بدجنس نیستیم، ما مثل اونا با قصد و غرض کاری انجام نمیدیم و بعد خوشحال باشیم از این که نمیفهمیمشون. وقتی یه نفر جلوت وای میسته و میگه که تو هیچ وقت منظور منو نفهمیدی، تو هیچ وقت منو درک نکردی، این خیلی طبیعیه که تو نتونی یه آدم بدجنس رو درک کنی. این اتفاقا به نظر من یه پوان مثبت شخصیت توه که نمیتونی عمق حسادت و بدجنسی یه نفر رو درک بکنی. حالا این آدم میتونه همکار تو محیط کارت باشه، این آدم میتونه بهترین دوستت باشه، میتونه خانوادت باشه، میتونه بدجنسی خواهر برادرات باشه، میتونه بدجنسی پدر مادرت باشه، میتونه حسادت آشنایانت باشه، فامیل های درجه یکت باشه. داستان اینه که وقتی شما عمق بدجنسی آدم ها و حسادت ها رو درک نمی کنید، یعنی شما به اون اندازه بدجنس نیستید، به اون اندازه حسادت نیستید و خودتون رو میکشید کنار و اون طرف میگه نمیدونم چی شد که اینجوری شد، نمیدونم چی شد که قطع ارتباط کردن، نمیدونم چی شد که دیگه تو خانواده رفت آمد نمیکنن، تو فامیل نیستن، خودشونو گرفتن، یا مثلا طرف تا به یه پولی رسیده یا به یه مقامی، به جایگاهی رسیده، ما رو گذاشته کنار. نه، اینا گذاشتن کنار نیست، اونا مشخص کردن حد و مرزه. شما تا یه جایی حق دارید که در زندگی مردم دخالت بکنید، به نظر من تا یه جایی حق دارید که اگر ازتون نظر خواسته شد نظر بدید، ولی اگر که اون رفتار شما پاش رو از حریم در حقیقت زندگی شخصی مردم فراتر بذاره و وارد زندگیشون بشید، قطعا باهاتون برخورد میشه و خوشحال باشید که شما آدمی هستید که این آدم‌های بدجنس حسود رو نمیتونید درک کنید. شما جز اون دسته از آدم‌هایی هستید که قطعا به خودآگاهی رسیدید و وجودتون این درک عمیق رو داره که اگر کسی باهاتون بد رفتار کرد حتما قطع ارتباط کنید، بکشید کنار و خودتون رو دوست داشته باشید.